سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره با هم هستیم. قبل از اینکه وارد محتوای کتاب بشیم یه دعوت دوستانه دارم ازتون. اگه به پادکست های روانشناسی و کتابخوانی علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا قسمت های بعدی رو از دست ندید. امروز قراره درباره یکی از بحث برانگیزترین کتاب های روانشناسی کلاسیک صحبت کنیم. اسم کتاب هستش فراتر از اصل لذت، نوشته زیگموند فروید. زیگموند فروید پدر روانکاوی کسیه که فهمید ذهن انسان خیلی پیچیده تر از اون چیزی که ما معمولاً فکر میکنیم. این کتابش که در سال 1920 منتشر شد ایده هایی مطرح میکنه که هنوز هم روانشناسان و فیلسوفان رو به فکر فرو میبره. اصل لذت و ذهن انسان. فروید اول معتقد بود که انسان موجودی هست که دنبال لذت میگرده و از رنج فرار میکنه. به این میگیم اصل لذت. مثال روزمرش: وقتی گرسنه‌ایم غذا خوردن لذت داره، وقتی خسته‌ایم خوابیدن آرامش میده، وقتی ناراحتیم دنبال سرگرمی میگردیم. ذهن ما طراحی شده که شادی و لذت رو بپذیره و از درد و رنج دوری کنه. اما فروید دید که همیشه این اصل کار نمیکنه. بعضی رفتارهای انسان درست خلاف اصل لذت هست و اینجا بود که وارد بحث جنجالی فراتر از اصل لذت شد. چیزهایی فراتر از لذت. فروید مشاهده کرد که بعضی رفتارهای انسان به طور ناخودآگاه رنج رو تکرار میکنن. سربازان جنگ جهانی اول بارها کابوس‌های همون صحنه‌های وحشتناک رو میدیدن. بچه‌ها گاهی بازی‌های سخت یا ناراحت کننده رو بارها تکرار میکنن. فروید این پدیده رو اجبار به تکرار نامید. ذهن ناخودآگاه تلاش میکنه تجربه های گذشته رو بازسازی کنه، حتی اگه دردناک باشه. اجبار به تکرار و ناخودآگاه. چرا انسان ها مدام همون تجربه های دردناک رو تکرار میکنن؟ این تکرار میتونه ریشه در تروما یا زخم‌های روانی داشته باشه. ذهن میخواد با بازسازی حادثه راهی برای فهم و کنترلش پیدا کنه. در عمل این تکرار میتونه دردناک و ویرانگر باشه، اما یه فرصت برای خودشناسی هم هست. سائق مرگ. فروید ایده جنجالی خودش رو معرفی کرد به اسم سائق مرگ. سائق در واقع در عربی در واقع راننده هستش و به اصطلاح دد درایو میشه گفت بهش. انسان فقط دنبال زندگی و لذت نیست. یک نیروی ناخودآگاه هم وجود داره که ما رو به سمت سکون، نابودی یا حتی مرگ میکشونه. این نیرو در تضاد با آروس یا غریزه زندگی و عشق قرار داره. مثالش اگه بخوام بهتون بزنم رفتارهای خودتخریبی مثل اعتیاد یا روابط ناسالم، جنگ‌ها، خشونت‌ها، میل به برگشت به حالت بیدردی یا خاموشی کامل. این تضاد بین زندگی و مرگ، بین لذت و سکون، درونی ترین کشمکش روان انسانه. پیامدها و اثرگذاری نظریه. ایده سائق مرگ مخالفان زیادی داشت، اما تأثیرش روی روانشناسی، فلسفه و هنر عمیقه. روانشناسی پایه تحقیقات درباره تروما و اختلالات روانی مدرن در واقع از این زاویه اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم پرداخته بهش. از لحاظ فلسفه فیلسوفانی مثل ژاک لاکان این ایده ها رو ادامه دادن. از لحاظ هنر نویسنده ها و هنرمندان
از تضاد بین عشق و مرگ، لذت و رنج استفاده کردند. نقد و نگاه امروز: بعضی روانشناس‌ها با مفهوم صاعق مرگ موافق نیستند و میگن شواهد علمی کافی نداره، اما همه قبول دارن که انسان همیشه دنبال لذت نیست. پیچیدگی‌های ناخودآگاه میتونه ما رو به مسیرهای دردناک بکشونه. الان روانشناسی مدرن این ایده رو به شکل الگوهای تکراری رفتاری بررسی میکنه. وقتی زخم درمان نشده داریم، ناخودآگاه شرایط مشابه رو تکرار میکنه تا شاید بالاخره راهی برای رهایی پیدا بکنیم. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از این کتاب، ذهن انسان فقط دنبال لذت نیست. ما گاهی درد و رنج رو هم تکرار میکنیم. درون ما 2 نیروی بزرگ وجود داره: آروس یا غریزه زندگی و عشق، تاناتوس غریزه مرگ و بازگشت به سکون. اینها اسامی یونانی هستند. شناخت این نیروها کمک میکنه رفتارهای خودمون رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای آگاهانه تری بگیریم. خب امیدوارم این مرور کتاب براتون جذاب بوده باشه. اگه خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و کمی بیشتر به رفتارهای ناخودآگاهتون فکر کنید. مرسی، تشکر.